سلام علیکم. اصغر انصاری هستم، باشنده فعلی ولایت هرات باستان، هرات زیبا. حدود تقریبا 1 سال پیش تصمیم به کاشت مو گرفتم و چون کارم اینترنته، بعد حدود 6 ماه تحقیقات در مورد روش‌های کشت و نوعیت کشت‌ها روش DHI انتخاب کردم که یکی از خوبی‌های این روش اینه که جای داغ و اسکار نمیمونه. بعد از پیدا کردن روش کاشت به دنبال یک شفاخانه‌ای میگشتم که این کار برای ما به نحو احسن انجام بده. خیلی دوستا تاکید داشتن که به کشورهای همسایه مثل ایران مراجعه کنم و کاشت اونجا انجام بدم، ولی به کابل آمدم و بعد از گشتن داخل شهر کابل شفاخانه آینه صحت انتخاب کردم و از انتخاب خوب کاملا راضی هستم. مدت 5 ماه بیشتر طی نشده از کاشتی که انجام دادم و نتیجه رو میبینین. از دکتران و تیم حرفه‌ای شفاخانه تشکر میکنم و حتما به دوستان پیشنهاد میکنم اگر که میخواستن کاشت انجام بدن اول تحقیق کنن و بعد از او نتیجه کارها رو ببینن. من خودم پیشنهاد ما به دوستان شفاخانه آینه صحت.